السلام استاد، تشکر که وقت جدا کردید برای ما. من نخست پرسیدنی بودم که بانک ملی صبح امروز طریق تورنمه رسمیش اعلان کرد که محدودیت ها برای جلب پسندازهای مردم، شخصان واقعی به بانک ها با اسعار خارجی برداشته شد. میشود گفت که قبلا چگونه یعنی محدودیت وجود داشت که اکنون برداشته شد این محدودیت ها؟ یعنی به معنی که تا یک اندازه مثلا برای مثلا شخصان واقعی، فقط برای شخصان واقعی است، نه شخصان حقوقی. یعنی اگر ساده‌تر بگیم اهالی، یعنی که معادل 70,000 سومانی تا 70,000 سومانی معادل مثلا اسعار خارجی میتونستن بدون کدام پیشنهاد حجتی دقیق کننده سرچشمه این چیز. اگر از 70,000 سومانی زیاد میشد معادل اسعار خارجی، بعد برای معین کردن این سرچشمه باید سند رسمی پیشنهاد کردن. همچنین برای اون انتخاب‌هایی که از داخل به خارج انتخاب میشدن، در این صورت محدودیت یعنی تو معادل 14,000 سومانی، یعنی اضافه از 14,000 باید حتما سند پیدایش یعنی که رسمیات اون پیشنهاد شود. پس هدف از بین بردن همین محدودیت ها در شرایط کنونی در چی بود؟ امروز بانک ملی تاجیکستان با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد برای جلب سرمایه داخلی به اقتصاد داخلی تاجیکستان، محدود کردن گردش غیر رسمی اسعار خارجی در قلمرو تاجیکستان و تامین بدای رشد نظام بانکی، چون یک دستور ارسال کرد که یعنی بانک‌های تشکیل قرض بانک‌های داخلی موظف شدن که موافقان من بعد تمام مبلغ‌هایی که از جانب اهالی پیشنهاد میشن برای پسنداز، یعنی که پر کردن حساب‌های جاری خود در بانک‌ها به محدودیت قبول شود. استاد، این محدودیت تنها با اسعار خارجی دخل دارد، یعنی با دلار و یورو یا که با سومانی هم ربط میگیره؟ ما در این دستوری که ما داریم فقط برای اسعار خارجی. ما نظر داریم جلب سرمایه و دستگیری ساحه بانکی و همچنین یعنی که صاحبکاران خرد و میانه در جمهوری. مقصد یعنی پیشرفتی اقتصاد تاجیکستان است که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. بگفتید که این دستور بانک ملی از کی به اجرا می‌دارد و مکانیزم اجرای آن چگونه خواهد بود؟ از روز چاپ شبکه شروع شد. ما دستور به تمام بانک‌ها ارسال گردیده است، چون رسمیت گیم شخصان واقعی من بعد میتوانند مثلا اسعار نقد خارجی رو به صورت‌های بانکی خود که دارند بی ممانعت، بی محدودیت وارد سازند، یعنی بدون پیشنهاد حجت‌های پیدایشی سرچشمه آنها. همچنین تشکیلات قرضی وظیفه داشتند که در اسعار نقد خارجی مشتریان خود که برای پر کردن سیاست‌های خود پیشنهاد کردند به طلبات، به محدودیت، به طلب کردن یگان گونه حجت قبول نماید. و طلبات دستورهایی که از سال 2014 ماه ایون و اپریل سال 2015 که اونجا محدودیت‌ها چون داشت از این روز اعتبارا از اعتبار ساخته کرده میشن. و تشکیلات قرضی همچنین وظیفه کرده میشن که با نمایندگی‌های خود، شعبه‌های خود در محل‌ها هستند همین چیز را رسانند که طوری معلوم است با مردم آنها کار میکنند. اون کسی که مثلا شعبه‌ها دارن، نمایندگی دارن در محل‌ها، مثلا ناحیه دوردست کوهستان، وظیفه داشتن که با مردم، یعنی که همین دستور نای بانک ملی توسعه فهموند تا مردم دانند که آماده مبلغ‌های خود را بدون محدودیت در بانک‌ها، نمایندگی بانک‌ها گذارند برای هم برای بهبود زندگی خود و هم برای پیشبرد اقتصاد تاجیکستان که البته مبلغ‌ها برای این شب و روز ضرور هستند. تشکر برای صحبت. سلامت باشید. از همکاری شما ما شاد هستیم.